حتما شما همین ویدیوهای میلیونی رو دیدید که میگن با سوزن سیم کارت و زدن کدهای پشت آن میتونید اینترنت رایگان فعال کنید. اما بذار خیالت رو راحت کنم، همش دروغه و یک حقه کثیف برای کلاهبرداری از وقت شماست. تهش هم شما رو میفرستن به یه سایت خاص تا خودشون از بازدید شما پول در بیارن بدون اینکه هیچ اینترنتی در کار باشه. هر کسی که ادعای اینترنت رایگان جادویی رو دارد، باید مدرک واقعی ارائه دهد. اگر دقت کرده باشید، در این ویدیوها شما را وادار می‌کنند که یک عبارت را در مرورگر کروم جستجو کنید. وقتی این کار را انجام می‌دهید، مستقیما وارد همان سایتی می‌شوید که در تصویر می‌بینید. اما نتیجه چیست؟ هیچ اینترنت رایگانی در کار نیست. هدف اصلی این ویدیوها فقط این است که میلیون‌ها نفر را به آن سایت هدایت کنند. سازنده ویدیو از طریق بازدیدها، تبلیغات و ترافیک سایت درآمد کسب می‌کند و ممکن است تنها در یک روز مبلغ قابل توجهی به دست بیاورد. به همین دلیل در ابتدای ویدیو گفتم اینها حقه‌های کثیف برای کسب درآمد از وقت مردم هستند. وقت شما گرفته می شود، اما در نهایت هیچ چیزی که وعده داده بودند نصیبتان نمی شود. من در این کانال ترفندهای دروغین یا وعده‌های فریبنده آموزش نمی دهم. اگر واقعاً از این دروغ‌های فضای مجازی خسته شده اید، کانال را سابسکرایب کنید. حالا تلفن همراهتان را بردارید، چون قرار است قدم به قدم تنظیماتی را به شما آموزش بدهم که میتواند به انتخاب صحیح شبکه تلفن همراه و بهبود کیفیت اتصال کمک کند. خب بریم سراغ آموزش. وارد تنظیمات گوشیت بشو و روی اتصالات بزن. وارد شبکه‌های تلفن همراه بشو، گزینه نام‌های نقطه دستیابی رو انتخاب کن. بالای صفحه دکمه علامت مثبت رو بزن تا یک APN جدید بسازیم. توی قسمت نام عبارت های اسپید داش اینترنت رو تایپ کن و تایید رو بزن. وارد نام دستیابی بشو، آدرس highspeed.com رو وارد کن. بخش رمز عبور رو هم روی 1 2 3 4 5 6 قرار بده. حالا بیا پایین تر، پروتکل APN و پروتکل رومینگ رو هر دو بگذار روی IPv4/IPv6. وارد بخش حامل بشو، به جز گزینه اول همه تیک ها رو روشن کن و تایید رو بزن. نوع اپراتور مجازی رو روی هیچ کدام بذار و از بالا ذخیره رو بزن. در آخر یک بار حالت پرواز رو روشن و خاموش کن تا اینترنتت با سرعت بالا و بدون قطعی وصل بشه. برای دریافت نکات واقعی موبایل، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.